به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به دوستان عزیز. یه موردی که میخواستم به بچه‌هایی که تازه وارد این بازار شدن متذکر بشم، اخبار سایت‌های خبری که در مورد بازار حالا فارکس فکتوری، investing.com، دیلی فارکس. خب این حالا اینم توضیح بدم، سایت مارکت 24. این سایت نشون دهنده تایم باز و بسته شدن بازارها یا سشن هاست نسبت به ساعت بروکر. یعنی شما به ساعت تهران و اینا کاری نداشته، حالا شهری که هستین هیچ کاری نداشته باشید، نسبت به بروکرتون باید تنظیم کنید که حالا تو هر کشوری هست نسبت به زمان اون. الان مثلا مسکو نارنجی یعنی این بازار بازه، خاکستریا یعنی بستن، حالا یا باز شدن، بسته شدن، یا هنوز باز نشدن. این خیلی مهمه، بحث نقدینگی بازار هاست که بچه ها میخوان نسبت بهش معامله انجام بدن. سایت فارکس فکتوریه که سایت فارکس فکتوری المان های یا ایمپکت هایی داره، قرمز و نارنجی و زرد. قرمز از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، نارنجی یه لول پایین تره و زرد هم اخبار معمولی و روزانه است. الان مثلا دقت کنین کد برای دلار کانادا ایمپلویمنت چنج داره، تغییر در اشتغال، که بسیار مهمه و به نفع دلار کانادا بوده، و یا نرخ بیکاریش بوده که اینجا میبینید. اگر بچه‌هایی که زبانشون ضعیفه میتونن از فارکس فکتوری فارسی هم استفاده کنن. دلار امریکا 2 تا خبر نارنجی داره که یکیش تمایلات مصرف کننده است و اون یکی انتظارات تورمیه، که حالا در مورد خود فارکس فکتوری من یه فیلم جداگانه برای چون تخصصی تر باید بهش رسیده بشه، قشنگ همه چیزش رو بدونید، اکچوال فارکست، پیشبینی، قیمت قبلی، همه اینا رو در جریان باشین تا بتونید نسبت به اون معاملاتتون رو حالا یا ببندن یا مدیریت کنن، یا یه سری مثلا رو اخبار معامله میکنن. سایت دیلی فارکس investing.com سایت investing.com. حالا در مورد اینا من کلا یه اخبار اینم میبینید، کلا توش قیمت ها رو همه رو گذاشته، به لحظه و دقیقه آپدیت میشه. من خودم 3 تا 4 تا سایت دیگه دارم، یکی CNN، یکی پولیتیکو، یکی اسوشییت پرس و یه دونه هم وایت هاوس مال خود امریکا، که اخبارهای سیاسی که روی بازار طلا، حالا به غیر از بحث داو جونز و نزدک کار میکنم، برای طلا اخبارهای و سیاست‌های روز دنیا مهمه، که از توی این 4 تا سایت الان این فدرال رزرو میبینید آقای پاول سخنرانی داشته و دیگه وایت هاوسه که حالا به خاطر بسته بودن دولت ایالات متحده فعلا الان 36 روزه که اینطوریه، خبری نیومده، داده ازش منتشر نشده. قبل از هر تحلیل یا هر چیزی اول سایت اخبارتون رو چک کنید، ایمیلاتون رو چک کنید، بعد برید سراغ تحلیل و چارت. موفق و پیروز باشید.